اختیارات پیش تو نیست ای پیغمبر. اگر کسی را الله هلاک میکنه، اگر کسی را مسلمان توفیق ایمان برش میده، این کاری تو نیست. او یتوب علیهم، یا رجوع رحمت میکنه الله علیهم بالای نمی دشمنای تو به توفیق دادن اسلام. نه که باز دو صورت نتیجه چی میشه؟ حالی خوب دعا میکنی، لیکن پسان که امو گروه سرسخت مسلمان شد چقدر خوشحال میشی. آدم سری کی خوشحال میشه؟ امو کسی که ضد توسته، که هر وقت آزار اذیت میده و یک دفعه وجور شوه، باز دیگه تو قرار بشی مبارزه را برای ازو چی کو؟ اعلا کو. از او خاطر پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه اختیار برای تو نیست که تو دعا کده بری. او یعذبهم، یا عذاب برش میده، یعنی در دنیا. پس نتیجه چی میشه؟ که شما سکون قلبی و اطمینان در دلتان حاصل میشه، یا است که یارا چی میکنه؟ عذاب میده در آخرت. پس اونجا هم خب مناسب جزاست. فانهم ظالمون، یقینا یا ظالم است هیچ وقت الله متعال مکمل یارا کامیاب سرفراز نمیسازه. ظالم هیچ وقت سرفراز نیسته. اگر موقتا چیزی برش حاصل شد حتما حکمت الله است، ده یک حکمت است، وگرنه ظالم سرسخت دشمن الله است. ولله ما فی السماوات، انسان نظر نکنه که در ظاهر اسباب کامیابی قطعا دیده نمیشه. الله متعال میگه ولله خاص، در اختیار الله است ما فی السماوات، آن چیزی که در آسمان هاست، و ما فی الارض، آن چیزی که در روی زمین است، کلش در اختیار کیست؟ سعی کنید در اختیار عاشقان و عارفان هم چیزی باشه. کابلی ها خو میگه اگه ارزانی و قیمتی میشه، این از دست کیسته؟ عاشقان و عارفان. میگه هیچ غمیشه نکنه، این شار عادی نیست، عاشقان و عارفان خو کرده در این شار. حالی چی میگه؟ مردم نمیگه که کافر مسلمان ها را گرفتن نمیتونه به خاطری که پیغمبر دعا کرده. میگه افغانستان کسی گرفتن نمیتونه، این وطن اولیاست. کدام ولی؟ تم ولی را نشان بده. چه قسم اولیاء هستند؟ حالی که وطن اولیاست. مدینه منوره جنگ شد، اونجا غلبه کفار سر مدینه شد یا نشد؟ صحابه کرام اونجا شهید میشه، سر از غلبه میشه یا نمیشه؟ مرتبه ولی از پیغمبر و صحابه کده بالاست؟ نه، شکست و کامیابی همش در اختیار کیست؟ الله هست. و بنابر حکمت گاهی پیروزی و گاهی شکست است. امتحان الله است. این روزگار تیر میشه، یعنی حالتا، یعنی زمانی تاریخ تیر میشه، لیکن تاریخ اونجا نوشته میکنه که کدام مردم معرفی میشیم، از کدام نسل معرفی میشیم، در کدام طرف واقع شده بودیم و چه قسم واقع شده بودیم. هر کس زمان تاریخش ثبت میشه. ما مورد بازپرس امتحان الله قرار گرفتیم، وگرنه دیگه کل اختیارات در پیش کیست؟ الله متعال. یغفر لمن یشاء، مغفرت میکنه الله به کسی که الله بخواه، اسلام نصیبش میکنه که سبب مغفرت است. و یعذب من یشاء، عذاب میده الله کسی را که بخواه، یعنی توفیق اسلام برش نمیده، در حالت کفر میروه. والله غفور رحیم، الله بسیار مهربان ذات است. امی کفاری که امی قدر جنگا کرده، تلفات به مسلمان ها وارد کرده، اگر بازم اسلام قبول کنه، توبه کنه، الله مهربان ذات است. خالد ابن ولید قبول کرد یا نه؟ وحشی ابن حرب که چیستا قتل کننده حمزه رضی الله عنه بود، او را اسلامش قبول شد. رحیم، الله رحم کننده است، آیندهش هم اگر خدا اصلاح کنه دیگه هم رحم میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، موضوع سود اینجا بیان میکنه. این چه ارتباط قطع از وا داره؟ بحث ما با اهل کتاب بود. در بین دو واقعه را الله در پیش آورد که سعی کنه. اهل کتاب شبهات مندازه، اعتراضات میکنه، خو شبهات اعتراضات از او سبب ترک سنت و پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشود. چرا اگر شما ترک کرده، باز آنقدر صدمه براتان برسه مثل که در احد رسیده بود. اهل کتاب شبهه را ایراد میکنه، خو شما تسلیم به وا نباشه و کاری از وا را انجام نده، مثل از وا با طریق از وا روان نشوی. یکی از جمله اعمال قبیح اهل کتاب سودخوری بود. چی بود بگه؟ سودخوری بود. الله متعال امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سودخوری منع میکنه. چرا؟ سودخوری خو یک نفر گناه میکنه؟ نه، وقتی که عام شد، باز که نماز هم بخوانیم، دعا بکنیم، قبول میشه دعا؟ پیغمبر در حق او مسافری که جولیده موی است، حالت خیلی خراب و ابتر داره،
حالت ظاهریش تقاضا میکنه که می دست بالا کنه، الله چی میکنه؟ اجابت میکنه. اما بازم اجابت نمیشه. چرا اجابت نمیشه؟ به خاطر که طعامش چیست؟ حرام. شرابش چیست؟ مسکنش چیست؟ از کجا اجابت شود؟ دنیای کفر امروز ابی دسیسه را پیش کرده که مسلمانا را یا در عین سود یا در بخاری سود چی کنه؟ آغشته کنه. معلمایی که زحمت هم میکشه در صنفا بالای شاگردا، آخر الامر معاش خود از کجا میگیره؟ از بانک سودی. یکی بار نمیمانه. از خارج هم که کسی برات پول روان میکنه، از کدام بانک میگیری؟ از بانک سودی. چرا کفاری این تلاش داره؟ علتش است که کل آغشته به حرام خوری شود. گوشت حرام وقتی که در وجود آمد دو نقصان داره. یک نقصان است که بزدل میشی، به همت و به غیرت میشی. خلاص فایده مفت دستت میایه، محنت نمیکنی. در مسائل سودی فایده مفت است یا نیست؟ در بانک پولی تپرتو منافع تا چی؟ بگو به محنت به زحمت گرفته برو، خود به خود همت خود از دست میدی. تیار خور جور میشی، راحت طلب. آلی اگر کسی تو را دعوت به جهاد میده، وی خوام آمده خوی خود پوره کنم، خوی تا پوره میکنی وقت در سر گلونی دستاد است، اونو رقم میکنه. دوم وجه داری سودخوری است که نعوذ بالله کل چیز حرام میشه. باز دیگه وجود ما مستحق است به چی؟ سوختن آتش جهنم. وجود ما مستحق به لعنت الله تعالی میشه. قرآن کریم سر این موضوع بسیار تاکید میکنه. دین اسلام دین تنها عبادت نیست، دین سیاست است، دین اقتصاد است، دین چی است؟ فرهنگ است، علم است، دانش است. همه گوشه های زندگی انسانی را در بر گرفته. اینطور نیست که اسلام قوانین نداشته باشه. سود چرا حرام میکنه؟ با یک برادر مسلمانی که ضرورت داره قرض باید بده، قرض بده، او مشکل خود حل بکنه. شما خبر داری که قرض چقدر ثواب داره؟ الله متعال پشتی سر بر ما بگه که کسی قرض به الله میده چقدر ثواب داره. اما امروز ملا صاحبای امام گرفت از ما قرض ورداشت. گیروی ضمانت است برای قرضی که داده ای سرش اعتماد نداری، مبادا پولی مرا بگذیر ریزانه، یک چیزی را از پیش گرو میگیری. لیکن آل ملا او هم تبدیل کرد به چی؟ به سود. به چی تبدیل کرد؟ معامله جور کرد. مثل معامله اجاره و بگه چیسته؟ از مضاربت و خرید و فروش واره. پیسه را بده ماهانه. اگر تو یک کسی را یک لگ افغانی بدی برش بگی که ماهانه 10,000 روپیه بده، این سود است یا نیست؟ ها؟ هست؟ اگر خانه کسی را بگی بازور کرایی بدی 10,000 او در جیبت میاد، هیچ فرقی داره دو 10,000؟ تن او 10,000 از خودی همی که قرض داده از او میگیری، اینجا 10,000 از چی میگیری؟ بگی از کسی که در خانه همو که قرض داده در خانه از او شیشته. یا خودت میری میشینی، خودت که بشینی در خانه 10,000 کرا میدی، حالی همی کرا از تو لغو شده میره و نمیره؟ خود 10,000 در جیبت میاد دیگه. چی فرق است در بین هر سه صورت؟ داره کدام فرق؟ ها؟ ملا بای جایزی، بای وفا، بای جایزی، بای وفا. مردم در سود مکمل آغشته کردن در بدن. در کابل 80% مردم در سود آغشته است. چیزی در بانکاس علنا بیچاره سرمایه‌دارا پولی خود قطع خود نگاه کرده نمیتونه، میدن سرمایه را مکمل در بانکای سودی. بانکای سودی شما خبر داری؟ بری تو خو در 100% 10% منافع میده. اون جمیره به یک مملکتی که اسلحه و بم اتم جور میکنه، بری از او میده در 100% بگه 50% چی نمیگیره؟ فایده را میگیره. سر این پولی تو 10% بری تو میده، 40% او. و اونجا کافر مملکتش نیروی قوی هسته‌ای را پیدا کرده، رویست سلاح‌های مدرن توسط پولی تو میسازه. تو خبر داری که پولی تو در کجا رفته و چی کار انجام میده؟ در افغانستان اجازه داده میشه، هیچ قانون خلاف قانون اسلام نیست. ماده 3 قانون اساسی این بانک‌ها را که اجازه میده، به کدام قانون اسلام برابر است که شما اجازه میده؟ چرا بانک اسلامی جور نمیکنه؟ مضاربت نمیکنه؟ چرا امید تجار تقویت نمیده که فابریکا را جور بکنه؟ ها؟ عجیب است. ما مسلمانان از دستی که اعتماد دینی از ما ختم شده، پولی خود در سود میدیم. اینجا 10 نفر یک جای شده نمیتونیم که یک شرکت برا بندازیم.
فضای اعتماد دینی ما آنقدر ضعیف شده که یکی برادر سر برادر اعتماد نداره. روحیه اسلامی ما در کدام سر حد رسیده؟ چرا؟ درس قرآن وجود نداره، درس حدیث وجود نداره. راستیام امروز پول بده و بیادرید سبا گرفته نمیتون. خلاص برو در محکمه چی شد بگو آشتی شد، بازم پولی در دستت نمیاد، آخر رسوا شرمنده پولیتا مصرف. امو گپا هسته. قرآن سود منع میکنه. الله متعال امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر میکنه که سود نخوره. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا تاکلوا الربا، نخوری سود اضعافا، دو چند، مضاعفتا، چند چند. امی سود در زمان عربا رواج بوده، از او خاطر الله بیان کرده. دو قسم سود ما داریم. یکی سودی که در زمان عربا رواج بود. او سود کدام سود بود؟ این امی سود بود. پیسه را قرض میدادن، میگفتن که یک ماه بعد یا 2 ماه بعد پیسه مرا بده. اگر پیسه را دادت نتونستی، 2 ماه بعد خو 5000 قطعش اضافه بده. 1 لک روپه دادیم، 2 ماه بعد 1,05,000 بده. خو اگر در 2 ماه بعد ندادی، باز در 1 ماه دیگه تمدید میشه، خو 1,10,000 باز بده. باز که 2 ماه تیر شد باز ندادی، باز 1,50,000 جور میشه. اینمی طور زیادت در سود میکردن، اینمی را مضاعفه بگن. چندی در چند اینمی طور روان بود. این سود بود که در زمان پیغمبر علیه السلام در عرب جاهلیت مکمل رواج بود و عام بود. الله متعال میگه کیره نیست. این نکته این معنا نیست که یک چند بگیری سود خود 2 چند نگیری، یا چند چند که میشه نگیری. نه، سود مطلقا حرام است و نگیری. الله چی میگه؟ واتقوا الله. حکم الله کی تطبیق میشه؟ کی تطبیق میکنه؟ بگویید. نیروی خارجی تطبیق کده میتونه؟ پدری کس نمیتونه. چیزی که آدم وادار به انجام حکم الله میکنه چیست؟ تقوا. عقیده برش میگیم. واتقوا الله، از الله بترسی که همیشه همراهتان است، نیت و اراده تانه خبر داره، کاری تانه، روزگاری تانه. اگر چی در ظاهر مردم تو را نمیبینه که تو سودخور هستی یا نه، پٹ ما سرمایه تا داده ای در اونجا، خب الله معلوم است که تو چی میکنی. دوم قسم سود کی بود؟ او اینطور بود که در وقت تبادله 1 سیر گندم میدادن، باز 2 سیر میگرفتن. 1 سیر جو میدادن، 2 سیر چیزا میگرفتن. نمی قسم او سودی دیگه قسم بود. هر دو سود نارواست. لعلکم تفلحون، بخاطری که شما کامیاب شوی. الله کدام ضرورتی نداره. اگر شما سود بخوریم به الله نقصان نمیرسه. الله که شما را منع میکنه برای مفاد خودتان است. لعلکم تفلحون، شاید بخاطری که شما در مقصد خود برسی. واتقوا النار التي، بترسی از آتشی که اعدت آماده شده للکافرین، برای کفار آماده شده و مناسب حال مسلمان نیست. معلوم شد که کسی سود میخوره نعوذ بالله، عذاب او آتشی که برای کافر است در او سوختانده میشه. کسی سود خورده از او خاطر. چرا؟ دوام سود خود به خود انسان منجر به گناههای زیاد میکنه و آخر الامر نعوذ بالله که بیدین از دنیا نروی. و اطیعوا الله و الرسول، اطاعت الله را بکنی از پیغمبر. لعلکم ترحمون، بخاطری که سر شما رحم کرده شود. الله میگه اطاعت الله و رسول الله را بکنی. چرا که سرتان رحم کرده شود. رحم وقتی سر ما میشه که ما اطاعت الله و رسول کرده باشیم. اگر اطاعت الله و رسول نباشه رحم الله نیست. امروز ببینیم حالات خدا که یا ما اطاعت الله و اطاعت رسول الله را کردیم، زندگی خدا در ترازوی قرآن و حدیث طول کنیم که چقدر موافق است و چقدر مخالف است. ببینیم الله ما را مامور کرده. رحمت الله وقتی میاد که ما اطاعت الله و رسول چی را بکنیم؟ الله را. چرا رسول الله را اطاعت بکنیم؟ به خاطر که زندگی پیغمبر تشریح کاملی چیست؟ بگوی کتاب الله و احکام. اطاعت الله و اطاعت رسول بکنیم. الله که کدام چیز براتان حلال و کدام چیز حرام کرده با پابندی از او پیروی بکنیم. تشریعی که در این مورد پیغمبر براتان میکنه او را بپذیری. در غیر از او در بدری شامل حالتان است. رحم الله وقت میشه که مکمل تابعداری الله را از نظام الله را خب مطابق نقشه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنه، اون وقت رحم الله است. اگر اینطور نباشه یا اطاعت و مکمل پیروی از احکام الله نباشه، یا خوب باشه به نقشه کی نباشه، رسول الله نباشه، باز دیگر رحم وجود نداره. چرا؟ به خاطر که اونمو چیزی را که الله تو را فرمان داده. اینجا برای ما اطیع الله و الرسول میگه، از رسول پیروی کنه، نمیگه اطیع الله و محمدن. ذات پیامبر قابل اطاعت نبود. اگر می بود 40 سال مردم باید اطاعت کی را میکرد؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکرد. لیکن پیغمبر که مطاع شد از او اطاعت کرده میشه از حیثیت چیست؟ رسالت است که الله ایره رسول مقرر کرد. معلوم شد که نعمت بزرگی که بالای امت شده رسالت کیست؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. رحم وقت میشه که ما به نقشه پیغمبر حرکت بکنیم. و سارعوا الی مغفرت، جلتی کنه بشتابه به سوی مغفرت، بخشش الله من ربکم که از جانب پروردگار است. و جنت، به او تر جنت، عرضها السماوات والارض، که قیمت و ارزشش برابر آسمان و زمین است. عرض به معنی ارزش و قیمت، دو معنی. عرضها که پهنی، پهن بودن یعنی جنت، السماوات به اندازه آسمان ها و الارض زمین است. تشبیه به آن چیزی است که انسان او را فهم میکنه، وگرنه کلانی جنت به الله معلوم است، میوه جنت به الله معلوم است. الله متعال مطابق ذهن انسان که کدام چیز درک میکنه اون امور را بیان میکنه، وگرنه هیچ وقت نعمتهای جنت مقایسه با بگوی دنیا نمیشه. نعمتهای دنیا خیلی حقیر است به نسبت نعمتهای کی؟ جنت. برای ما میگه جلتی کنه به سوی مغفرت. مراد از مغفرت چیست؟ بعضی مفسرین میگه عبارت به حذف مضاف است. و سارعوا الی اسباب مغفرت، شما به اسباب مغفرت چی بکنی؟ جلتی بکنی. اسباب مغفرت نماز، روزه، طاعت، عبادت الله متعال، پابندی از نظام الله، عمل کردن به نقشه رسول الله، کلش اسباب مغفرت است. بعضی مفسرین میگه مراد از مغفرت ادای فرایض است. کسی میگه اسلام است، کسی میگه جهاد است، کسی میگه هجرت است، کسی تکبیر اولا، کلی از یارا گرفته. لیکن ما که گفتیم اسباب مغفرت کلشان چی میشه؟ شامل میشه. چرا که کلش اسباب مغفرت است. من ربکم، از جانب پروردگارتان بخشش میاد. و جنتین ترباقی که عرض السماوات و الارض، پهنایی از او یا قیمت و ارزش از او برابر آسمان ها و زمین است. اعدت للمتقین، آماده کرده شده برای کسانی که از تقوا را اختیار میکنه. اینا متقین است. متقین کی را میگه؟ در اول سری سوره بقره گفته بود الذين يؤمنون بالغیب الی آخره. الذين ينفقون في السراء، یقینا کسانی که خرج میکنه، مصرف میکنه، فی السراء در فراخی و خوشحالی، و الضراء در تنگی و تکلیف، والکاظمین الغیظ، و کسانی که قرد کننده هستند، فرو کشنده هستند، الغیظ غصه خدا، والعافین عن الناس، و کسانی که عفو کننده است از مردم. این نمی مردم ها را الله متعال چی میکنه؟ نصرت و یاری میکنه. متقین نمی مردم هاست که خرج میکنه فی السراء و الضراء. مسلمان موسمی نیست بله مسلمان دائمی است. فرق بین مسلمان دائمی و موسمی کدام است؟ مسلمان موسمی تنها در شبای جمعه نان میکشه اگر کسی ضرورت داره، اگر نداره. تنها در روزهای پنجشنبه ختم میکنه. تنها در رمضان تراویح میخوانه. در مسجد و جماعت حاضر میشه. تنها در رمضان تلاوت میکنه، دیگه وقتا قرآن پس نمیکنه. تنها در عاشورا خدا میزنه، زنجیر پیچ میکنه. 11 ماه دیگه نه حسین کس میشناسه نه فاطمه، هیچ کدامش درک نداره. اهل تسنن ما چی میکنه؟ اهل شب و روز میلاد است، چراغان کنه، کوچه ها را چراغان کنه، علب مسجد چراغان کنه، گلا را دیش بند کنه. خیرت است. میلاد است. پیغمبر را در یک شو میشناسه، خود او شام چی رقم میشنوه؟ لولاک لما خلقت الافلاک. بس با الله برابر کوشه. حدیث های موضوعی بیان شوه، خیر و خلاص، دیگه چیز نیسته. شناخت پیغمبر دیگه 11 ماه و 29 روزی دیگه پیغمبر در یادشان هم نمیاد. پیغمبر کی بود؟ نمازش چی رقم بود؟ روزش چی رقم بود؟ طریقش چی رقم بود؟ جهادش چی رقم بود؟ دعوتش چی رقم بود؟ پرسان نیست. چرا؟ اگر یا محبت با پیغمبر داشته باشه، در مجلس و مرکزشان درس حدیث تدریس شود، درس قرآن تدریس شود. مدعیین هدایت یا مدعیین محبت پیغمبر خیلی زیاد است، پیدا میشه. اما امی دعوا را کی تحقق میبخشه؟ کی ثابت میکنه؟ آیا شناخت پیغمبر، مقام و منزلت مرتبه پیغمبر بدون قرآن و حدیث ممکن است؟ نیست. محبت پیغمبر صحابه داشتن، خود چی رقم داشتن؟ و گایم سوال نکرده پیغمبر کی فرض است یا واجب است یا سنت است. اگر فرض است ادا کنم، اگر سنت است بر بلا در پسیش.
و پیغمبر را تعقیب میکرد چی عمل انجام میده، چی عمله. ما براتون گفته بودم در درس حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در محض رفتن پیغمبر در جایی که پس دور خود بود پیغمبر سخن گفته بود، امو جمعی رسید چی میکرد؟ دور میخورد. حالا کی نه فرض نه واجب نه سنت هیچ چیز هم نیست، ولی محبت صحابه طوری بود که مکمل به نقش و قدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل میکرد. امروز همون مدعین مسلمانای مسلمی کجاست؟ ها؟ مسلمان مسلمی مرده شده، پدرش خیلی مهربان، مادری خیلی مهربان وفات کرده، یک روز دو روز سه روز تنگ دیگاه ششته شد دیگه بسته شد. برادر علی پدر و مادری هست، باز بسته میشه جمعی میشه، سه چهار روز تیر میشه حالا جمعی، یک دو سه جمعی میشه باز جمعی باز بین میره، ها 40 روز شد 40 جور میشه، باز 40 بسته میشه سال پورگی شد. عجیب پدر و مادر مهربانی بود که سالا رو در جهنم تیر میکرد قطعاتش، تو هیچ صدقه نمیکردی. این یارم مسلمانای چی میگه؟ مسلمین. متقین شده نمیتونه. متقین کدام مردم است؟ الذین هم مردم ینفقون که مصرف میکنه فی السرا، در حالت فراخی خوشحالی خود دی سعی نمیکنه. اینطور مردم های دیگه واری نیست که فراخ زندگی فراخ پیدا کنه خوش باشه، باز دیگه در روز جمعه بجای ازی که در مسجد جامع در نماز جمعه بره در قرغه میره، در تنگی در پل سیاد میره، در سالنگ میره، در پغمان میره، میله میکنه. نه این مردم ها میفهمه هر موقعی که ضرورت به انفاق است میشناسه، و در حالت قحطی و تنگی و تکلیف در اون موقع مصرف میکنه. مسلمان های موسمی نیست و فقط آماده باش است. والکاظمین الغیظ مردمایی هستند که غصه را قرط میکنه فرو میبره. والعافین عن الناس عفو کننده از مردم است. مردم اگر در مقابلش بدگویی میکنه عفو میکنه. بادر چی که میگه؟ یک نفر آمد گریان داره، خیرت؟ مگه چرا گریان داری؟ مولوی صاحب تو را بسیار دشنامی بد داد. خیر است. من گفتم بان ما از دین که اضافه نیستیم، آبروی ما قربانی چی؟ بگوی دین. من کی بگویم؟ هر چیز بگویم. تو دیگه خفه نشوی خود و جنگ هم قطعی مردم نکنی که چرا تو ده که دو میزد بگو خود زیاد برش بگو هیچ پروایی نداره. از مردم عفو بکنی. نمیفهمه بیچاره چرا تبلیغات غلط برش شده، مردم غلط فهمانده. غصه تا قرط کو اون وقت در جمله متقین تیر میشی. والله يحب المحسنین، الله دوست داره محسنین. تنها عفو هم چی میکنی دیگه هم احسان بکن. الله اکبر. من خبیر میگم امروز هم مدعین کی پیدا میشه؟ پیروان امام ابو حنیفه رحمه الله. امام ابو حنیفه رحمه الله را کسی دشنام داد، چند دانه دشنامی که داده بود رفت در مقابل هر دشنامش یک دانه چی را اشرفی را در غوری انداخت، در سر خودمان پس آمد تک 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 دروازه را زد. مردکه برآمد که ابو حنیفه رحمه الله استاد است. خیرت گفت امو نیکی و احسانی که ختمه کردی پاداشش آوردم برات. مردکه آنقدر خجالت شد که پرسان نکن. گفت تو مرا بسیار عزت بخشیدی، چرا؟ اردشنام تو سبب چی بود؟ بگه مغفرت ما بود. الله اکبر. چه بزرگای دین بودن، چطور میشناختن. یک کسی را قناعت دادن چه شیوه قناعت شد. نه او مردکه دیگه سالا به کسی بگه قسم کرد که دشنام به کسی نمیدم، دشنام نمیدم. میشناختن. امروز هم عجیب است. والله يحب المحسنین. الله دوست داره محسنینه. احسان یکی با امر مخلوق است. احسان با مخلوقی را میگه که او بدی میکنه تو قطش نیکی بکن، این را احسان میگه. یکی احسان در مقابل الله است. احسان در مقابل الله در عقیده، در عمل، در اخلاق، هر چیز خوب. پیغمبر علیه السلام خود تشریح کرده ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. الله ما شما از جمله محسن بگردان. والذین اذا فعلوا فاحشه، متقین کسانی هستند وقتی که انجام میدن فاحشتن یک گناه یا شکارا را. فاحش هر گناهی که از حد خود بیرون شده باشه او را فاحش میگه. باز غالب استعمال در گناهایی چی میشه؟ بی حیایی، یعنی زنا و این گپا میشه. این جمارات او نمو گناهایی که خلاف فطرت انسانی است.
او مردمایی که وقتی انجام بده فاحشتن گناه آشکارا را، گناه بی‌حیایی را، او ظلم یا ظلم بکنه، اینجا مراد گناه صغیره است یا تجاوز بالای کسا، او ظلم انفسهم یا ظلم بکنه بالای نفسای خود. چرا گناه کردن ظلم بالای نفس است؟ نفس خود برای عذاب جهنم پیش میکنی. ذکر الله در یادشان میآید، فاستغفروا لذنوبهم بخشش طلب میکنه برای گناه های خود. متقین نمی مردم هست. ما خو معصوم پیدا نشدیم. پیدا شدیم؟ نه، ما معصوم پیدا نشدیم. حتما از پیش ما گناه صغیره یا کبیره سر میزنه. خود چی را برای عزیز که اصول تقوا شود؟ به مجرد گناهت الله در یادت بیاید. الله که در یادت بیاید سخت خود ملامت و پشیمان میکنه. الله چرا از پیشم جماعت رفت؟ چرا نماز صبح نخوندم؟ این نعمت بزرگ الله را چرا شکرگزاری نکرده؟ ذکر الله در یادش میاد. حالی چی میکنه؟ فاستغفروا لذنوبهم بخشش طلب میکنه از گناههای خود، به گناههای خود از الله متعال. شروع میکنه که یا الله بنده عاجزی هستم، نتوانستم، ضعیف بودم، ناتوان بودم از پیشم، اینمی گناه جنایت شده، الله تو مرا معاف کن. و من یغفر الذنوب الا الله. آیا کدام مرجع دیگه است که آدم بره مغفرت طلب بکنه؟ و من یغفر، کیست کدام ذات است که بخشش کنه ذنوب گناه را؟ الا الله، بغیر از الله کسی دیگری هست؟ نه، پیرای پنجاب است، مریدا پیشش میره میگه معاف کرو. در این دنیا اینقدر احمقا وجود داره. همین نصارا را که بری پیشی پاپیشان رفته میباشه، خب میگه که ما را معاف کن، میگه نه طوری معاف نمیکنم. چی آورده؟